به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتاب بسیار زیبای پل الوار که شامل مجموعه اشعارش هستش به اسم با نیروی عشق شروع میکنیم. این کتاب ترجمه جواد فرید هستش و مؤسسه انتشارات نگاه این کتاب رو چاپ کرده که چاپ اول این کتاب در سال 1393 بود. من ابتدا مقدمه ای رو بر اشعار پل الوار براتون میخونم. برای عشق و آزادی به دنیا آمده ایم. این عنوان نامه است که پل الوار به جواد فرید تقدیم کرده و برای حامد فولادبند فرستاده است. پاکت نامه نه تمبر نه آدرسی دارد و فولادبند که گویا با نگارش و جهان سوئالیست ها آشناست احتمال می‌دهد که شاعر فرانسوی این متن را در بهشت یا در عالم مثال تدوین کرده است. در نامه چند جمله نظر او را تایید می‌کند، ولی تنها سندی که فولادبند در دست دارد شعری است که در سال 1929 به چاپ رسیده و در پشت همین پاکت آمده است. زمین به مانند نارنج آبی است. گفتاری که بیشتر به درد نقاشان، فضانوردان یا میوه فروشان می‌خورد تا ادیبان و تاریخ نگاران. به هر صورت در متن حاضر پل الوار سرگذشت خود را به شکلی برای فولادبند و فرید روایت می‌کند که خواننده ایرانی تصویر جدیدی از شهریار شاعران ملک الشعرای فرانسه پیدا می‌کند. تقدیم به مترجم آثارم. عنوان نامه‌ای که برای آقای فرید نوشته شده. من پل گرندل هستم، ملقب به پل الوار. از همان کودکی تلخی روزگار را چشیدم، زیرا گرفتار بیماری سل شدم و نتوانستم دوره دبیرستان را تمام کنم. 16 سال داشتم وقتی من را به آسایشگاه مسلولان داووس سوئیس روانه کردند. شنیدم که امروز داووس مکان سران جلسه کشورهای مسلول دوست سرمایه‌داری است. خوشبختانه آنجا سرنوشت مرا با هلن دیاکونووا آموزگاری روسپار و اهل ادب و هنر آشنا کرد. ورود این زن ناشناس در زندگیم در سال 1912 رویداد دوران جوانیم است. من جوان و خام زود مجذوب این خانم زیبا، پخته و با فرهنگ شدم. او را گالا یعنی جشن و سرور نامیدم و نخستین اشعار عاشقانه خود را برای او سرودم. گالا مدام به من میگفت تو شاعر زاده شدی و از اینکه او مرا باور داشت بال در می آوردم. 10 سال با هم بودیم و گالا نه تنها ساقی و حامی من بود بلکه دختری شیرین به من داد. بی تردید او با دل و تن خویش روح مرا صیقل داد و زیر سایه وجودش توانستم نیروی آفرینش را مهار کنم. آن شکوه، لطافت و سروری که گاهی در آثارم چرخ می‌زند پژواک عشق است و سحر نگاه گالا. کمان نگاه تو گرداگرد دلم می‌رقصد، مهر شیرین تو در دلم دایره می‌زند که در سال 1926 سروده شده. آری جناب فرید، آشنایی من با گالا تنها یک اتفاق و حادثه نبود. آن را رویداد می‌دانم، زیرا وجودم متحول و دگرگون شد. زندگیم معنا پیدا کرد. زمانی که سرگذشت خود را مرور می‌کنی با اشخاص، اتفاقات و حوادث بیشماری روبرو می‌شوی. ولی رویدادها آنها انگشت شمارند. آنها حوادثی اند دل یا عقل تو را زیر و رو می‌کند و به پرسش و تغییر وامی دارند. در اینجا به برخی افراد و اتفاقها که روند سرنوشت مرا به سوی روشنایی و آزادگی سوق دادند اشاره می‌کنم. در سال 1919 ژان پولان مرا به آراگون، بروتون و سوپو معرفی کرد.
جنگ جهانی اول تازه تمام شده بود و نسل جوان ما امید چندانی به فردا نداشت و شورشی بی‌دلیل در سر می‌پروراند. مدتی داداییست شدیم و همراه تزارا و یارانش اعتراض و مسخره بازی کردیم. اما پس از سال 1923 با نویسندگان و هنرمندان پیشتاز اروپا جریان سورالیسم را شکل دادیم و این نهضت ادبی هنری ما را به مدرن‌ترین ساحل‌های اندیشه و ژرف‌ترین دریاهای آفرینش کشاند. در آن دوران رفاقت من با بروتون و آراگون بافته شد و علیرغم چند قهر و آشتی ایدئولوژیکی دوستی ما پایدار ماند. زیرا همدلی و همفکری‌های ما ریشه‌دار بودند و زندگی مدام به ما می‌آموخت که انسان برای عشق و آزادی به دنیا آمده است. سالهای 1920 با نقاشانی چون ماکس ارنست، سالوادور دالی و سپس پابلو پیکاسو آشنا شدم. آثارشان تکانم دادند و فهمیدم که اهمیت تصویر کمتر از کلام نیست و رسالت شاعر مانند سایر آفرینشگران است. او بیناست و واقعیت را برای دیگران نمایان می‌کند. او می‌کوشد نگریستن ما را حاصلخیز و شکوفا سازد تا جهان را از منظرهای متفاوت ببینیم و چشم بصیرت و نگاهی پربار پیدا کنیم. بی تردید همدم شدن من با نقاشان و هنرمندان آن زمان اندیشه، تخیل و احساس مرا تغذیه، تصفیه و تمیز کرد. آری آقای فرید، یادم است که ماکس ارنست و پیکاسو هر دو پورتری جالبی از گالا و من کشیدند و دالی، شیرکوف و ماگریت و شاگال برخی از کتاب‌های مرا مصور کردند. در سال 1930 ماهرخی به نام نوش وارد زندگی من شد و جسم بیمار و دل افسرده مرا التیام داد. عکسی موجود است که او را در کنار من، بروتون، آراگون و زنش الزا نشان می‌دهد. آن موقع گالا دیگر پیشم نبود و خانم نوش جای خالی همسر پیشین مرا زود پر کرد. آری، گالا آن شکارچی دل و جان جوانی من رفت و نوش نور آفتاب دوران پختگی من شد. آری، 17 سال تمام این فرشته مهربان در آسمان من درخشید، ولی ناگهان مانند ستارگان سپیددم محو و خاکستر شد. تو زندگی ما را شکوفا کردی و حالا زیر خاکی. در بامداد ماه مه تو سپیددم تمام شهر شدی. شهری که با مشت‌هایش تو را خاک کرده و 17 سال زلال ما را سپیددم کرده. در سال 1947 این شعر رو برای نوش سروده. آقای فرید، این شعر را فردای خاکسپاری او نوشتم، زیرا کل وجودم دگرگون شده بود. نوش در زندگی من به هنگام آمد، اما نابهنگام از آن رفت. پدیدار و ناپیدا شدن او را در رویدادهای سرنوشتم قرار می دهم. مرگش مرا از پا درآورد و چندین بار خواستم به زندگیم پایان دهم، ولی توجه دوستان و دلداری یاران وداع مرا با این جهان به تأخیر انداخت. اما زیاد دوام نیاوردم، چون 5 سال پس از سکته مغزی نوش من سکته قلبی کردم. مانند نیچه و ابن سینا در 56 سالگی از ناخوشی و خوشی‌های این دنیای خاکی آزاد شدم. در سال 1942 زمان اشغال فرانسه توسط آلمان نازی چند هواپیمای انگلیسی حریم هوایی فرانسه را شکستند و برای نهضت مقاومت مردم بسته‌هایی پر از اعلامیه از بالای آسمان پخش کردند. این اعلامیه‌ها حاوی شعری بود که نه تنها به دل وطن پرستان و آزادی خواهان نشست، بلکه رویدادی ادبی سیاسی شد و اسم سراینده آن پل الوار نامی مدتی سر زبانها افتاد. جناب فرید، در آغاز همان سال 1942 من قطعه آزادی را در مجله فونتون چاپ کرده بودم، ولی فکر نمی کردم
که فاجعه جنگ و آزادی خواهی ملت فرانسه آن را به سرودی تاریخی تبدیل کند. ای آزادی، روی دفترهای دبستانیم، روی میز تحریرم و درختان، روی ماسه روی برف نام تو را می نویسم. روی تمام برگ‌های خوانده شده، روی تمام برگ‌های سپید، روی سنگ، خون، کاغذ یا خاکستر نام تو را می نویسم و با تکیه بر نیروی این واژه زندگیم را از سر می گیرم، زیرا من به دنیا آمدم تا تو را بشناسم، تا نام تو را بر لب بیاورم. ای آزادی. بله آقای فرید، شرایط بحرانی زمانه پژواک ویژه‌ای به قطعه ای آزادی بخشید و با پخش هوایی اعلامیه‌های نهضت مقاومت این شعر آسمانی باری دیگر نقش ادبیات را در دفاع از زندگی و کرامت انسان نشان داد. بسیار شادمانم که امروز در بیشتر مدارس فرانسه دانش آموزان شعر مرا می‌خوانند و با مفهوم آزادی آشنا می‌شوند. البته آزادی هم یاد گرفتنی هم گرفتنی است. راستی مترجم محترم، این نامه را از بهشت می‌فرستم. بله، از بهشت. شاید باور نکنید ولی پس از مرگم چند فروهر سبکبال گفتند از طرف جبرائیل آمدند و مرا آرام از روی پلی که دستگاه پیشین سنج دارد رد کردند و سری بردند به بهشت. در راه در گوشم زمزمه کردند که وظیفه دارند، گویا دستور از بالاست. تمام کسانی را که به فرهنگ و دانش بشری خدمت کردند به بهشت ببرند. این امر را برای فرهنگ سازان و دانش پروران ایران زمین بازگو کنید. آنها نه به نژاد، دین، ملیت، جنسیت، نه به عقاید هنری، سیاسی و فلسفی شخصی متوفا کاری دارند. فروهرها توضیح دادند که در آن دنیا معیارها و نگرش‌های زمینیان دیگر حاکم نیست و تبعیض نژادی، قومی، مذهبی، زبانی، اجتماعی، جنسیتی معنا ندارد. یعنی در جهانهای غیر خاکی زن و مرد، فقیر و ثروتمند، کارگر و کارفرما، ایرانی و آمریکایی، خودی و غیر خودی، من و تو نداریم. بله آقای فرید، شما خوب می‌دانید که من با مسیحیت و کشیش‌ها میانه‌ای نداشتم، ولی برخلاف انتظارم از بد حادثه به قول حافظ شما یا به شکل توفیق اجباری از منظرگاه ما سوئالیست‌ها سر از بهشت درآوردم. تنها هم نیستم، زیرا بیشتر سوئالیست‌های سابق اینجایند و ساکن بهشت شدند. بله جناب فرید، گویا جهنم و دوزخ برای قاتل‌ها، مجرمین و سیاست بازان بنا شده و بهشت اساساً جای فرهنگ سازان و آفرینشگران است. بله، اتفاقاً پریروز آراگون داشت میرفت پیش آندره بروتون و تا مرا دید در مورد ترجمه شما و درخواست فولادبند با من صحبت کرد. او گفت که فولادبند خواسته که الوار پیشگفتاری بنویسد و بفرستد برای خوانندگان ایران زمین. بله، آراگون فولادبندها را میشناسد. 10 سال پیش از انقلاب اسلامی او با این خانواده فرهنگی آشنا شده است و آنان برخی از شعرهایش را به فارسی برگرداندند. هرچند که من به خوبی خالق مجنون الزا، جهان اسلام و ادبای ایرانی را نمیشناسم، ولی در سال 1947 با هنرمند ایرانی تبار آشنا شدم و اثر زیبایی با نقاشی‌های این جوان اهل ذوق و ادب چاپ کردم. نامش سرژ رضوانی بود و شنیدم که سالها بعد نویسنده و آهنگساز نیز شد. گاه از حافظ اهمیت نظربازی و نگاه در شعر فارسی سخن می‌راند و می‌گفت که اشعارم نوعی خویشاوندی با غزل‌های شرقی دارد. گاهی شعری از شاعری معاصر به نام رهی معیری می‌خواند و برایم ترجمه می‌کرد. می‌دانم که ایشان هم مقیم بهشت است، زیرا چندی پیش او همراه با نیما، شاملو، کسرایی و اخوان اینجا شب شعر گذاشته بودند. شعر رهی چنین آغاز می‌شد: من از روز ازل دیوانه بودم، دیوانه روی تو، سرگشته کوی تو.
سرخوش از باده مستانه بودم. در عشق و مستی افسانه بودم. بله جناب فرید، این ابیات یادم مانده، چون هنوز که هنوز است در بهشت و اقلیم هشتم زمان و مکان جوری دیگر است. خیال می کنم خودم گفتم. بله، من پل گرندل جوان بودم. ناگهان اهل ازل عشق و مستی شدم و همانند پل الوار افسانه گشتم. آقای فرید، زیبایی و تلخی جهان را زود دیدم و با نگاه گالا و باده نوش تشنه عشق و آزادی شدم. پل الوار با همراهی حامد پولادوند. این نامه تمثالی بود از اینکه آقای پل الوار برای آقای فرید نوشته و من چند شعر از کتاب آقای پل الوار رو برای شما میخونم که شعر بسیار معروف آقای الوار که در ایران زیاد شنیده شده متاسفانه در این کتاب نیست، ولی شعر آزادی این شاعر بزرگ هست. من زاده شدم تا تو را بشناسم، تا تو را بنامم آزادی. روی دفترهای دبستانیم، روی میز تحریرم، روی درختان، روی ماسه، روی برف نام تو را می نویسم. روی همه برگ‌های خوانده شده، روی همه برگ‌های سفید، روی سنگ، خون، کاغذ یا خاکستر نام تو را می نویسم. روی تصویرهای طلایی، روی سلاح جنگاوران، روی تاج پادشاهان نام تو را می نویسم. روی جنگل و کویر، روی آشیانه‌ها، روی گل‌های طاووسی، روی پژواک کودکیم نام تو را می نویسم. روی شگفتی‌های شب‌ها، روی نان سپید روزها، بر موسم دلدادگی نام تو را می نویسم. روی کهنه پاره‌های آسمان لاجوردینم، روی آفتاب زنگارین مرداب، روی ماه زنده دریاچه نام تو را می نویسم. روی کشتزاران، روی افق، بر بالهای پرندگان، بر آسیاب سایه ها نام تو را می نویسم. بر هر دم سحرگاهی، روی دریا، روی قایقها، بر کوهسار سرکش نام تو را می نویسم. بر کف ابرها، روی عرق طوفان، بر باران انبوه و بی‌طعم نام تو را می نویسم. بر شکل‌های نورافشان، روی ناقوس رنگ‌ها، بر حقیقت مادی نام تو را می نویسم. بر کوره راه‌های بیدار، بر جاده‌های گسترده، روی میدان‌های لبریز نام تو را می نویسم. روی چراغی که روشن می شود، روی چراغی که خاموش می شود، روی خانه‌های به هم پیوسته‌ام نام تو را می نویسم. روی میوه دونیم شده آینه و اتاقم، روی بسترم صدفی خالی نام تو را می نویسم. روی سگ شکمباره و مهربانم، روی گوش‌های برافراشته‌اش، بر پاهای نااستوارش نام تو را می نویسم. بر درگه درم، بر اشیای آشنا، روی موج آتش مقدس نام تو را می نویسم. بر هر تن عطاگشته، بر پیشانی یارانم، بر هر دستی که دراز می شود نام تو را می نویسم. روی شیشه شگفتی‌ها، روی لبان هوشیار، درست بر فراز سکوت نام تو را می نویسم. بر پناهگاه‌های ویران گشته‌ام، روی فانوس‌های دریایی فرو ریخته‌ام، روی دیوارهای دلتنگیم نام تو را می نویسم. بر غیبتی بی اشتیاق، روی تنهایی عریان، روی مارش‌های عزا نام تو را می نویسم. بر تندرستی باز آمده، بر گزند گم گشته، بر امیدی بی خاطره نام تو را می نویسم. و با توان یک واژه زندگیم را دیگر بار می آغازم. من زاده شدم تا تو را بشناسم، تا تو را بنامم آزادی. شعر دیگری از آقای پل الوار براتون میخونم به نام در قلب عشقم. پرنده زیبا نور را نشانم میدهد،
نور در چشمان پرنده جای گرفته. به خوبی به دید می آید. پرنده روی گویی از سپستان می خواند. در میانه آفتاب چشمان حیوانهای سرودخوان و سرودهای خشم یا ملالشان بازم داشتند که از بستر بیرون بیایم. زندگیم را در آن به سر خواهم برد. سپیده‌دم در سرزمین‌هایی بی‌شکرانه نمایی از فراموشی به خود می‌گیرد و چون زنی نازکدل در سپیده‌دمان به خواب می‌رود. سرش نخستین است و فرودش نور باران. صورت‌های فلکی شمایان شکل سرش را می‌شناسید. اینجا همه چیز در تیرگی فرو می‌رود. چشمانداز کامل می‌شود. خون به گونه‌ها جرم‌ها فرو می‌کاهند و در قلبم جاری می‌شوند همراه با رویا. چه کسی را سر آن است که قلبم را در دست گیرد؟ هرگز شبی به این زیبایی را به خواب ندیده بودم. زنان در باغ جستجویم می‌کنند تا ببوسند مرا. درختان بی حرکت می‌بوسند سایه‌ای را که آنان را در بر گرفته است. زنی با قلبی پریده رنگ شب را در جامه‌هایش جای می‌دهد. عشق شب را آشکار کرده است روی پستان‌های لمس نشدنی‌اش. چگونه می‌شود همگان را شادی بخشید؟ یا همه چیز را پاک باید کرد؟ مرد همه جنبش‌ها، همه فداکاری‌ها و همه پیروزی‌ها. میخوابد او میخوابد با آه‌هایش شب ریز و نادیدنی را هاشور میزند. مرد نه گرمش هست و نه سرد. زندانیش گریخته است تا بخوابد. نمرده او به خواب رفته است. آن هنگام که به خواب رفت همه شگفت زده شدند. بازی میکرد با رایحه‌ای سوزان. نگاه میکرد، میشنید. آخرین سخنش اگر قرار بود دوباره شروع کنم به دیدنت میآمدم بی جستجویی. مرد میخوابد. سپیده‌دم به زیبایی سرش را بلند کرده است. میخوابد او. و در انتها دلنوشته رو به نام بانوی خشت از آقای پوللوار براتون میخونم و وایس رو تموم میکنم. جوان بازوان خود را بر خلوص گشودم. این نبود مگر کوبش بالهایی در آسمان ابدیتم، مگر تپش قلبی عاشق در سینه‌های فتح شده. دیگر نمیتوانستم به زیر بیفتم. عشق را دوست می‌داشتم. در حقیقت نور خیره‌ام می‌کرد. دوری می‌کنم از نگریستن به شب، به سرتاسر شب، به همه شبان. همه باکرگان متفاوتند. همیشه خواب باکره‌ای را می‌بینم. در مدرسه در نیمکت جلوی من نشسته است، در روپوشی مشکی. وقتی که برمیگردم تا راه حل مسئله‌ای را از من بپرسد، معصومیت چشمهایش چنان تسخیرم می‌کند که به خاطر اضطرابم از سر دلسوزی بازوانش را بر دور گردنم می‌افکند. در جایی دیگر ترکم می‌کند، بر کشتی سوار می‌شود. هر دو تقریباً بیگانه از یکدیگریم، ولی جوانیش چنان عظیم است که بوسه‌اش مرا به شگفتی وانمی‌دارد. و یا وقتی که بیمار می‌شود دستش را در دستانم می‌گیرم تا زمان مرگ، تا آن زمان که از خواب بیدار شوم. چنان تند بر سر قرارهایم می‌دوم که می‌ترسم وقت آن را نداشته باشم برسم. پیش از آن که اندیشه‌های دیگر مرا از خویشتن خویشم دور کنند. یک بار دنیا داشت به پایان می‌رسید و ما اعتنایی به عشقمان نداشتیم. او لبان مرا می‌جست با حرکت سری آرام و نوازشگر. آن شب باور کردم که او را با خود به صبح خواهم برد. و همیشه همان اعتراف است، همان جوانی، همان چشمان پاک، همان حرکت ساده بازوانش دور گردن من، همان نوازش، همان رازگشایی. ولی زن
هرگز همان زن نیست. ورقها گفتند که در زندگیم او را ملاقات خواهم کرد، ولی بدون شناختنش. عشق را دوست می داشتم. دلنوشته کوچیک دیگه هم هستش به نام شب‌های مشترک. فکر کنم اینم میشه خوند و بعد دیگه تمومش میکنم. شب‌های مشترک. بر آن پای میفشارم که اوهام را با واقعیات شک آور در هم بیامیزم. خانه‌های نامسکون. من زنانی بیمانند را در اندرونتان جای دادم. زنانی نه فربه، نه نحیف، نه طلایی، نه گندمگون، نه دیوانه و نه فرزانه. باری زنانی فریبنده تر از حدی ممکن. اشیای بیهوده، حتی بلاحتی که به ساختن شما دست یازیده، برای من سرچشمه شادی است. کسان بی‌اعتنا. اغلب شمایان را گوش داده‌ام، همان گونه که زمزمه موجها را و صدای موتور قایقی را گوش می‌دهند در انتظار شیرین دریازدگی. من با نامتداول‌ترین تصویرها خو گرفتم. آنها را در جایی که نبودن دیدم. آنها را همچون خوابیدن و برخاستنم نظام بخشیدم. میدانها همچون حباب‌های صابون رام باد کردگی گونه هایم بودند و کوچه ها رام پاهایم. زنان نمی جنبیدند مگر خزیده‌وار. تنپوش گشودهشان آفتاب را می نمود. حق سرفراز با قلاده بی‌اعتنایی‌اش، فانوسی با سری مورچه‌بار. حق دکل ناچیز سرنوشت مردی برآشفته، دکل سرنوشت زورقی فراتر را دیدن. برای یافتن دلیل‌های زیستنم بر آن کوشیدم تا دلیل‌های دوست داشتنت را در هم بریزم. برای یافتن دلیل‌های دوست داشتنت به گونه‌ای بد زیستم. امیدوارم که از این کتاب خوشتون اومده باشه. کاش شعر معروف تو را دوست می‌دارم هم می بود که برای شما کامل می‌خوندم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.